میگم اینقدر معرفت داری، من یه دو روز چرا خاموش از مرزپر بیام برم تا سر دوتا خاک جوشم سنگین کنم. آره باید برم اینجا سر خاک مادرم و عموی من برگردم. اینقدر تابلو هستم به نظرت. داشتم فکر میکردم با هواپیما بیام، اینا که نمیفهمن که. بعد میرسم همونجا دم اون چیز دیگه، همون هواپیما که پیاده میشی کلاه عینک بزن میام دم گیت. سلام برادر. کلاه رو بده بالا ببینیم کیش. ماهنی همو؟ بله برادر. کلاه رو تقبل الله بده بالای لحظه. آسد رزی بیا یه کسخول پسر قدیر پلیس اینجاست. زنگ بزن بچه های اطلاعات بیان. آقا اطلاعات برای چیکار کردیم ما؟ کسکی چیکار کردی تو؟ عجب. صدرزی؟ حالا صدرزی کیه؟ صدرزی مثلا خودش بچه ملایر که همه داشتای منم که. این یه دونه مثلا مال قدیم مال امر به معروف محل بود، تیکه تیکه اومد رسید به فرودگاه. الان فرودگاه ما. آقا صدرزی پدرت خوب مادرت خوب، کجا داریم ما رو میبریم؟ کجا میبریم؟ زنگ بدن رضوانی اینا بیان. رضوانی کیه؟ رضوانی خبرنگار. ای داد بیداد. آقا چی شد؟ آقا نمیشه من کلاه رو بدم پایین برگردم با هم هواپیما؟ خارکوسه مگه با آژانس اومدی؟ کجا برگردی تو؟ دستی شبیه نگیر.